با آموزش ساخت تیم فیسیت اونم توی 2 دقیقه اومدیم پیشتون. آموزش ساخت اکانت رو براتون گذاشتیم. میتونین از داخل دیسکریپشن لینکش رو بردارین و ببینینش. اولین کاری که باید برای ساختن تیم بکنین اینه که وارد پروفایلتون میشین. از پایین صفحه سمت راست قسمت تیم، دکمه کریت تیم رو میزنین. نام کامل تیمتون رو وارد میکنین. تگ یا شناسه تیم رو هم وارد میکنین، ولی حواستون باشه که این شناسه باید انحصاری باشه. گزینه آخر بازی مد نظرت رو انتخاب میکنی و دکمه کریت تیم رو میزنی. این بازی مشخص میکنه که این تیم فقط برای این گیم داره فعالیت میکنه. وقتی وارد صفحه تیم ساخته شدی، ادیت تیم رو میزنی که بتونی اعضای تیم رو اضافه کنی. از پایین صفحه دکمه اد ممبر رو میزنی، اسم یا آیدی اون فرندی که میخوای توی تیم باشه رو اضافه میکنی. این فرند رو باید قبلا اد فرند بهش داده باشی و اکسپتت کرده باشه. فرندی که انتخاب کردی و اون شخص براش نوتیفیکیشن رفته که وقتی روش کلیک بکنه مشخصات و صفحه تیم رو میبینه. باید روی دکمه اکسپت اینوایتیشن بزنه تا بتونه وارد تیم بشه. این شکلی شما زیر 2 دقیقه تیمتون رو میسازین و هم تیمی خودتون رو بهش اضافه میکنین. تیم شما داخل فیسیت ساخته شد.